2-3 به وقت ایران برابر با 8:30 شب به وقت پراگ. من شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های امروز از رادیو فردا. دالای لاما میگوید از رهبری سیاسی تبت کناره‌گیری می‌کند. سازمان صلیب سرخ از بروز جنگ داخلی در لیبی خبر داد. وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و تونس سفر می‌کند. دالای لاما رهبر معنوی بودایان جهان اعلام کرد از رهبری سیاسی دولت در تبعید تبت کناره‌گیری می‌کند. دالای لاما 75 ساله این خبر را در سالگرد قیام تبتی‌ها در سال 1959 علیه دولت چین اعلام کرد. مخالفتی که با شکست آن به گریختن دالای لاما از تبت انجامید. وی با اعلام این موضوع گفت که زمان برگزیدن یک رهبر سیاسی از طریق انتخابات فرا رسیده است. دالای لاما افزود که همچنان به عنوان رهبر معنوی بودایان به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.